آمار ارقام در تقابل دو تیم کاملا به نفع قرمز پوشان پایتخت است. بازیکن پرسپولیس توپو گرفتن، فرصت هست برای گل تساوی و اینجا گل مساوی به ثمر میرسه. محمد عمری دروازه سرعت رفت‌آبادان رو باز میکنه. طغیان هیجان احساس روی سکوهای ورزشگاه آزادی، زیر بارش باران. پرسپولیس 1 صنعت رفت‌آبادان 1. ضربه کشنده محمد عمری دروازه پیام پارسا و تیم عبدالله ویسی رو باز کرد. اینجا توپ از دست داد، طالب ریکانی محمد عمری گرفت و به این شکل مات و مبهوت کرد پیام پارسا رو. بازی حالا جذاب‌تر میتونه دنبال بشه. صنعت رفت‌آبادان 10 نفره توان مقاومت در مقابل پرسپولیس کوبنده رو داره یا خیر؟